جهان معاصر تقاضا دارد که کشاورزان دیار بیشتر به استحصال مال و محصولات رقابت‌پذیر از نگاه طبیعی، اکولوژی تازه و معرفی کننده دولت و ملت تاجیک موفق گردیده اقتصاد ملی را رشد بخشند. در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت در ناحیه جیهون نیز هستند خواجگی‌هایی که سمت فعالیتشان به استحصال چنین محصولات نگرانیده شده است. خواجگی دهقانی میرزا از جماعت دیهات استقلال و خواجگی دهقانی رحمان جان از جماعت دیهات 5 ناحیه جیهون از قبیل همین گونه خواجگی‌ها محسوب می‌یابند. سهامداران خواجگی از صاحب استقلالی دولت تطبیق هدفمندانه سیاست اگراری حکومت جمهوری تاجیکستان و آب و خاک سرزمین شکرگزارند. خواجگی ما بعد از تجدید شدن زمین ها سال 2008 به قید گرفته شد و ما تا امروز برکت همین زمین، فیض همین زمین دیده ایستاده‌ایم و امروز شکرگزار هستیم از آنکه با شرافیت استقلال و شرافیت زحمت‌های جناب عالی پرزیدنت محترم کشور ما امروز ما رسیدیم به آن نقطه که می‌توانیم عائله‌های خود را و حتی بازار خود را غنی گردانیم. یکم حاصلنوکی دلخواه زراعت‌های کشاورزی این اولا از همکاری با عالمان ساحه کشاورزی درک می‌دهد، چون که علم تطبیقش در استحصالات روی است. برای آنکه اولا علم دا تحقیقات میگذرانند، بعدا استحصالات را پیشنهاد میکنند چی نوآوری و چی نوگونه باشد. در جماعت دیهات استقلال کشاورزان در میدان 1975 گکتار زمین آبی کشتی زراعتی گوناگون گذرانیدند که از این 350 گکتارش را کشتی پخته تشکیل میدهد. الحال در اکثر قطعه‌ها پخته نشونمای معتدل داشته گواهی محنت فداکارانه اهل زحمت میباشد. در خواجگی دهقانی میرزای جماعتی ذکر گردیده باشد در میدان 1.40 سوتیق کارتوشکا، پالزی، گندم کش نموده. تا امروز حاصل اکثر قطعه‌های کارتوشکا را جمع‌آوری نمودند. 6 تن کارتوشکا از 35 سوتیق زمین این نشان دهنده بهترین میباشد، در حالی که اکثریت دهقانان سال روان از حاصل پست کارتوشکا شکایت دارند. در این خواجگی نشاندازها در این سمت قانع کننده می باشد. اما در آغاز کشتی زیر پلیانکگی تربوز دهقانان خواجگی میرزا از مجموعه نوریهای میکروبیولوژی استفاده برده الکی تا امروز 2 مراتب حاصل تربوز از نگاه اکولوژی طبیعی تازه را به بازار استعمالی برآوردند. از ثمر همکاری با عالمان ساحه کشاورزی، استفاده عاقلانه آب و زمین، بخصوص مجموعه نوریهای میکروبیولوژی حاصل خوبی کارتوشکا، گندم، پالزی و یونوشقه به دست آورده در این خواجگی به کشتگردان اعتباری جدی دادند. خوبی کار در آن است که سهامداران خواجگی های ذکر گردیده سالمی انسان را در جای اول گذاشته در تلاش آنند که محصولات رقابت‌پذیر معرفی کننده دولت و ملت تاجیک استحصال نموده در خارج کشور نیز با چنین محصولات تاجیکستان را معرفی‌گر باشند. برتری مجموعه نوریهای میکروبیولوژی در زراعت کشاورزی امکانیت می‌دهد که محصولاتی از جهت اکولوژی تازه رویانده شود، سالمی جامعه تامین کرده شود، بازار استعمالی جمهوری و محصولات ارگانیکی و صادرات نگرانده شده استحصال کرده شود و حاصلخیزی طبیعی خاک برقرار کرده شود. از همه مهمش دهقانان افضلیت و برتری مجموعه نوریهای میکروبیولوژی را در استحصال محصولات از نگاه طبیعی اکولوژی تازه به سلامتی انسان مفید درک نمودند. فعالیت خواجگیداری از روی دستور و توصیه‌های عالمان برآمده شده است و خود خواجگیداران می‌کوشند که هدایت‌های راهنمای پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان را که ضمن ارائه پیام و سفر کاریشان به ناحیه دنغره ولایت ختلان تاکید داشته بودند به معنای تام سرمشق کاری خود نمایند. از نگاه نوریهای مینرالی و پستیسیدهایی که در زراعت کشاورزی طی چند سال اخیر استفاده می‌گردد موافق انستیتوت‌های تحقیقاتی به دست آورده نشان می‌دهند که خصوصا نوریهای نیتروژنی، کربامید، سلیتر هنگام پوشیدن در زراعت کشاورزی مقدار نیتراتی که در ترکیب محصولات است زیاد می‌شود و نیترات این هنگام زیاد شدن در ترکیب محصولات این به سلامتی انسان
تاثیری منفی میرسونه. امروز باوری دارم که محصولاتی که از من خریداری می شود از طرف صاحبکارهای دیگر، باوری دارم که از سرحد، از لابراتوری، از آزمایشگاه با موفقیت می گذارد. چون که محصولات من محصولاتی در حقیقت هم از نظر اکولوژی تازه است. در ردیف استحصال محصولات رقابت‌پذیر و معرفی کننده دولت و ملت تاجیک، دهقانان جماعت‌های نامبرده ساکنان محل در خطه‌های علاهیده به دره و ذخیره یونچقه توسط تکنیک مشغولند. آنها عزم دارند که برای دوره‌های تیرماه و زمستان چهارماه به قدر کافی خوراکی شیردار و کاه و بده ذخیره نمایند. سعیدزاده شیرالی، شهرت شیرالی، امام نظری مظفرزاده، اخبار نایه جیهون.